سلام دوستان، روزتون بخیر. همونجوری که گفتیم در مورد اینکه چجوری ما یه سرسیلند تعمیر میکنیم، رپ پوسیدگی میکنیم، قراره چند تا ویدیو براتون اشتراک بذارم. اولین سرسیلندی که اومد تو مجموعه یه سرسیلند پراید، چند جا پوسیدگی داره. ما پوسیدگیشو در میاریم، جوشکاری میکنیم، تابگیری میکنیم و میبریم تعبیر. لطفا با هم دیگه ببینیم. این سرسیلند پراید، جاهایی که پوسیدگی داره میتونید ببینید. این ببینید خورده شده، این و این یکی، اینا پوسیدگی دارن، خورده شدن، زیر واشر نمیمونن و باعث واشر زدن سرسیلند میشه. حالا این یکی بقیه جاهاش، جای آبش خوبه، سالمه، فقط همین چند جایی که نشونتون دادم پوسیدگی داره و باید رفع پوسیدگی و جوشکاری بشه. ما بقیه کاراش هم ببینیم. خب دوستان عزیز، پوسیدگی این چند ناحیه در اومد، قشنگ کلا اون پوسیدگی ها رو برداشتیم. یه مقدار پایین ترش هم یه پوسیدگی سرتاسری داشت، دقیقا زیر واشر، اونم در آوردیم، تمیزکاریش هم انجام دادیم. ببینید قشنگ تمیز، براق. حالا میریم برای جوشکاری. خب دوستان همراه، دوستان عزیز، میریم برای جوشکاری قسمت آسیب دیده سرسیلند پراید. با هم دیگه ببینیم. خب همینجور که میبینید دوستان عزیز، جوشکاریش تموم شد. جایی که پوسیدگی داشت رو در آوردیم و با جوشکاری پرش کردیم. حالا همین قطعه رو تابگیریش انجام میدیم، با دستگاه پرس تابگیری میکنیم قسمت کلا این سرسیلنده که جوشکاری شده. بعد از تابگیری میدیم دست آقای سوپارتراش تا مواقعی کارش هم با هم بریم ببینیم.